فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که آیا حضرت خضر که لقبش خضر است زنده است و هنوز فوت نکرده و جایش در صحرا و بیابان است؟ آیا چنین چیزی هست؟ خواهش میکنم جواب بدید. بیریوان، اگر درست تلفظ کرده باشم، از پیرانشهر. این مسئله خضر واقعا یک معضلی شده برای جامعه اسلامی و متاسفانه هیچ گونه دلیلی هم برای این مسئله وجود نداره و برخی از انسان‌های صوفی مآب این باور را دارند و معتقدند که بله خضر زنده هست، اما بدون هیچ دلیل و مدرکی. اساس و اصل بر این هست که خضر مرده باشه، زیرا که ما میدونیم که عمر انسان‌ها یعنی عادتاً طولانی نیست و هیچ انسانی الان اکنون که ما سراغ داریم بیشتر از حدود 100 سال، میانگینش 70 سال هست و به صورت استثنایی یک انسانی امکان داره که بالاتر از 100 سال عمر بکند. پس بنابراین اصل بر این هست که خضر مرده باشد و قطعاً هم این گونه است، زیرا که برای وجود خضر، برای حیاتش هیچ گونه دلیلی وجود نداره. اضافه بر این وقتی که ما برمیگردیم به آیات قرآن میبینیم که الله متعال اینو تصریح کرده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، میفرماد ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ما برای هیچ انسانی قبل از تو خلود و جاودانگی در دنیا رو قرار ندادیم، یعنی هیچ انسانی در دنیا جاودانه نیست و خضر هم از این قاعده مستثنا نیست. قطعا بنابراین آیه خضر جاودانه نیست و از دنیا در واقع رفته. و از این هم که بگذاریم مگر خضر اگر وجود داشته باشه، یعنی اگر بالفرض محال وجود داشته باشه مسلمان نیست، اگر هم وجود داشته باشه مسلمان نیست، زیرا که هیچ دلیلی وجود نداره. حتی کسانی که معتقد به حیاتش هستند که خضر یک روزی آمده باشه در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و شهادتین را گفته باشه و مسلمان بشود، چون این دلیلی مطلقاً وجود نداره. پس بنابراین اگر وجودی هم داشته باشه مسلمان نیست و هیچ نوع کرامت و هیچ نوع فضیلتی رو هم نداره. اضافه بر این کسانی که معتقد به وجود خضر هستند میگن که خضر در بیابانها هست و در غارها و در کوهستانها زندگی میکند. خب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر واقعا زنده بود باید میومد این فضیلت بزرگ را یعنی در میافت، میآمد مسلمان میشد، صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در میافت، در عبادات در نماز جمعه و جماعت شرکت میکرد، در حج میآمد شرکت میکرد، خودش رو باید معرفی میکرد، در جهاد شرکت میکرد، اما هیچ سراغی از خضر در این موارد نیست. تمام چیزی که در این زمینه وجود داره یک سری داستان‌های بی اصل و بی سندی هست و افسانه‌هایی هستند که انسان مسلمان و عاقل هیچ وقت یعنی این افسانه‌ها رو به عنوان یک اصلی در دین خودش یا یک باور قطعی بیش عنوان قبول نخواهد کرد.